سلام دوستان، آرمان کرافت هستم. حالتون چطوره بچه؟ تو این ویدیو اومدیم با هم بریم سری سروایورمون رو پارت 3 رو شروع کنیم. پس بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب ما تو سری قبلی فول آیرون شدیم و 9 تا آیرون توی چستمون هست و یه دونه باکت ساختیم. بعدش رفتیم این فارمو ساختیم و امروز قراره بریم ماین کنیم و دایمند پیدا کنیم. خب بریم شروع کنیم. اول بریم آب برداریم. خب اینجا خیلی طولانیه، باید برم اینقدر رو پایین. میبینین چقدر؟ یه دونه شیلدم ساختیم. یکی از این تورچه رو میکنیم. یکی از این تورچه اینو بکنیم. خوبه. تو پارت قبلی این دور برو بلاک آف آیرون پیدا کردیم. وایسین یکم بلاک بکنم. خب خوبه. اینو بذاریم اینجا. خب حالا ما اینجا رو بریم پایین. خب وایسین. چرا نیفتاد؟ آها فهمیدم. اینو بذاریم اینجا. خوبه. اینم بذاریم اینجا. آها خوبه. بچه دعا کنین موقعی که همینطوری دارم پله میکنم دایمند پیدا کنم. این چه صداییه؟ کنار رو بکنیم. اینجا رو ببندیم. موقعی چیزی میاد میمیریم. اینجا رو هم بکنیم. بچه ویدیو حتما لایک کنیم. هیچ وقت نفهمیدم این بلاکو به چه دردی میخوره. اگه میدونیم به چه دردی میخوره حتما تو کامنت ها بنویسیم. خب من قبلا خودم یه سری شروع کرده بودم تو ارتفاعات خیلی پایین از اینا پیدا میشد و الان فکر کنم تو ارتفاعات خیلی کمی. وایسین. آره تو ارتفاع خیلی کمی. خب پیککسمون هم شکست.
بچه امیدوارم این پیککسم دیگه نشکنه. شب نشده. فکر نکنم. بچه من واقعا هنوز به اینجا تعجب کردم. تو این ارتفاع خیلی کم آیرون گرول هست. یعنی خیلی تعجب کردم تو این ارتفاع. خیلی بچه از این استراکچرها امیدوارم نمیریم. بچه باید زود اون وای بچه مردیم. بچه نه من یه دونه نه اینو بذارم اینجا. بچه امیدوارم وسایلم به باد نره. چون که خیلی زحمت کشیدم. وای اومد بالا. الان به من دمیج بده مردم. هی من باید برم اینا رو بکشم. تیر خوبه اون خودش انداخت پایین مرد. بچه وای بمیر. وای بچه باید برم بجنگم. بچه واقعا باورم نمیشه باختم. یعنی باختم منظورم
مردم. من نمیدونم الان چی کار کنم. ول کنم چی کنم؟ بچه باید فقط بزنم. بیا اینم یکیش. بمیر. اینا چقدر سریعن. بچه اول بخوابم. یعنی آروم آروم همه چیم به باد رفت. بچه من باید برم اول اون وسایل رو چیز کنم. دو کنیم 5 دقیقه نباشه، چون وقتی مردیم بعد 5 دقیقه وسایلاتون میره. دو کنین نشه. یعنی من رسما خودتون دیدین چقدر زحمت کشیدم. اینجا رو میبینین چقدر کندم. به خاطر این استراکچر مردم. من کجا وسایلم بود؟ فکر کنم میدونم. آره کنار. بچه شیلد شیلد شیلد. آه جون سورد. همه چیز عادی صحیح و سالم. جونمونم وای. اینا رو هم بردار. به به. بچه باید برم اون اسپانرها رو خراب کنم. خراب نمیشه. برل. بچه امیدوارم اون اسپایدره دیگه نیاد. اینجا به هیچ نرسید. من صدای راه رفتن روی این چیزا رو دوست دارم. بریم این بالا. این بالا رو گشتیم که اینجا چقدر گیج کننده است. فکر کردم اینجا اسپایدره. بچه دیگه برگردیم. یعنی از این بیشتر دیگه نمیخوام اذیت شم. یکم مس بکنیم. از این چراغ هم بکنیم. خوبه. خیلی خوب اومدیم. خیلی خوب اومدیم.
عالی. من فکر کردم دیگه این سریو ول کردم موقعی که مردم، دیگه رسما ناامید شدم. اینا چقدر خوشگلن. نه دیگه به تهش نریم. این چستارم بکنیم، تو خونمون نیازمون میشه. بچه اگه میدونین اینا چیه، اینا حتما تو کامنت ها بنویسین. یه دونه روش کلیک کردم یه چیزی نوشت. خوبه میکنم اونجا یه چیزی هست. اینجا اینا چقدر خوشگلن. اینا رو خیلی دوست دارم. ما کجا مرده بودیم؟ یعنی کجا محل اسپانمون بود؟ اینجا رو بکن بریم. ما کجا بودیم؟ آها بچه، یعنی خیلی خوبه، خیلی خوبه. خیلی خوبه. اینجا کنارمونم یه غاره، نمیخوام برم توش چون خیلی صداهای به غیر از صدای زامبی خفاشی چیزی صداهای دیگه هم میاد. خب بریم بالا. بچه ببینیم چقدر وسایل جمع کردیم. به به، من خیلی خوشحالم. به غیر از اینکه اون استراکچر رو پیدا کردیم، به چیز دیگه هم خوشحالم که اینقدر وسایل خوب پیدا کردیم. یعنی من خیلی خوشحالم. خونمو با اینجور چیزا خوشگل میکنم حتما. خب به به، یه چست دیگه هم بذارم. بچه اگه این بلاکو میدونین چیه، این بلاکو میدونین چیه، حتما تو کامنت ها بنویسین. این چیزایی که از اونجا پیدا کردی بچه، این خیلی به دردمون میخوره. اینم بذار. اینو نه، شیلو بذار اینو. خب اینو فیلینت هم بذار اینجا. خب حالا یه دونه از اینا برمیداریم، یه دونه استیک، یه دونه هم سنگ. یه دونه لیور رو چجوری میسازن؟ ردستون برعکس. خب یه دونه لیور میسازیم. اینو بردار.
اینو بکنیم. وایسین یه فکری دارم. اینو بکنیم. یه دونه اینجا بذاریم. خوبه. خوبه خوشگله. یه دونه بریم به فارممون نگاه کنیم. وایسی. اینو تمام. خب خوبه. اینو نه، بعدش این. خوبه، همه چی عالی، منظم. خب بچه میخوام اینا مثلا حداقل این ردیفش رشد کنه که کامل خوب بکنم. یه لحظه. خب به اون پایین نمیرم، میترسم یه اتفاق دیگه ای هم بیفته. یک لحظه. چون من میخوام برم چوب بکنم، یکم چوب نیاز دارم و چوبم نداریم. من چرا اونجا رو کندم؟ از این چوب رو میخوایم، از این چوب سفیدا. یکم زیاد میخوایم. حالا میبینیم میخوام چیکار کنم. یه فکر خوبی دارم. بچه ها تو ویدیو اول گفتم اگه اگه بلدین اون استونه رو بسازین حتما تو کامنت رو بنویسین. تو کامنت ها ننوشتین ها، اونو حتما بگین چون نیازش داریم. اینو آره. خب نه همشو نه، یه کمیشو بذار اینجا، 10 تاش مثلا. بعدش همشو از در 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 3 تا در. خوبه. خب میخوام بایسین 3 4 1 2 3 4. خب حالا وایسین. اینم بذار اینجا. خب اوکیه.
این دوتا چوبم خوبه همه چی عالیه، یعنی تو این پارت همه چی عالی گذشت. اینم بذاریم اینجا. حالا در وایسین یکم دیگه فکر کنم نیاز داریم. آره بچه نمیدونم چرا یه حسی دارم که انگار همه چی خیلی زود و خوب پیش رفت. اینو اینجوری نذاریم. وایسین اونم اینجوری میخوام بشه. خب از اون ور ترسیدم بیفتم. اینجوری خوبه، اینجوری بهترم هست. نه اصلا هم بهتر نیست. یه فکری دارم. اینو اینجوری و اینجوری. اینجوری خوبه. اینجا رو یکم تنظیم کنم خوب میشه ها، ولی وایسین تو این چسته. آره نه این بد شد. همینجوری خوبه. البته نه اصلا خوب نیست. من چرا دارم برای خودم فکر میکنم که این خوبه. آره اینجوری بهتره. حالا از اینا داریم. وایسی شیلدمو در اینجوری بهتره. اینجوری خدایی بهتره. خب وایسی به فرممون نه هنوز کامل. خب بچه مرسی که تا اینجای ویدیو اومدید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.